امام تنها نیست، حتی ساواکیا پشترشن. سیاه باید بدونه و شاه هم باید بدونه که چه در اون موقع چه الان امام رو تنها نمیذاره. باید اینو بدونن بنده که اینجا نشستم به جهت خوشنودی امام زمان که هممون پیرویشین دارم عرض میکنم امام تنها نیست. از قول ساواکیای مؤمن و معتقد میگن، حالا نمیخوام جانم از آب بکشم که بنده چیکار هستم، به کسی هم مربوط نیست، ارتباط من با خداست. امام تنها نیست، حتی ساواکیا پشترشن. سند نزد حجت الاسلام امامی کاشانی 24 بهمن در سال گذشته. گفتم شما خیال نکنید تنها هستی، خود ما ساواکیا. من خواستم بگم امام تنها نیست، سازمان سیاه بدونه و شاه هم بدونه، تکیه به کارمندان ساواک نکنه، چون همون موقعش هم بیخود کرد. دیدید که ما از تو فعالیت خودمون رو انجام دادیم و وظیفه خودمون رو جهت خوشنودی امام زمان انجام دادیم. هیچ به خاطر